شما را سفارش می کنم به ترسیدن از خدا و اینکه دنیا را مخواهید هرچند دنیا پی شما آید و دریغ مخورید بر چیزی از آن که به دستتان نیاید و حق را بگویید و برای پاداشان جهان کار کنید و با ستمکار در پیکار باشید و ستم دیده را یا شما و همه فرزندانم و کسانم آن را که نامه من بدو رسد سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر که من از جد شما صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. خدا را درباره یتیمان آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد خود ضایعشان مگذارید. خدا را همسایگان را بپایید که سفارش شده پیامبر شمایند، پیوسته درباره آنان سفارش می‌فرمود چندان که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد نمود. خدا را درباره قرآن مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به حکمان. خدا را درباره نماز که نماز ستون دین شماست. خدا را در حق خانه پروردگارتان آن را خالی مگذارید چندان که در این جهان ماندگارید که اگر حرمت آن را نگاه ندارید به عذاب خدا گرفتارید. خدا را درباره جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانهاتان و زبانهاتان. بر شما باد به یکدیگر پیوستن و به هم بخشیدن. مبادا از هم روی بگردانید و پیوند هم را بگسلانید. امر به معروف و نهی از منکر را واگذارید که بدترین شما حکمرانی شما را بر دست گیرند، آنگاه دعا کنید و از شما نپذیرند. پسران عبدالمطلب، نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید و دستها را بدان آلوده و گویید امیر مؤمنان را کشتند. بدانید جز کشنده من نباید کسی به خون من کشته شود. بنگرید، اگر من از این ضربت او مردم او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را مبرید که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود بپرهیزید از بریدن اندام مرده هرچند سگ دیوانه باشد.